این همون گلیه که همه رو تو جام جهانی شوکه کرد. کیفورد قبل از این هم با رسیدن به مرحله حذفی و کشوندن قهرمان جام به وقت‌های اضافه همه رو شگفت زده کرده بود، اما بعد از اینکه آرژانتین گل زد تا بازی 2-1 بشه، کیفورد با یه حرکت خاص نیاز داشت. کابرال توپ رو تو جناح چپ میگیره و بلافاصله میفرسته داخل زمین. همونطور که توپ به مرکز زمین میره، خط دفاعی آرژانتین به وسط کشیده میشه و کابرال کاملا آزاد میمونه تا دوباره توپ به جناح بیرونی برگرده. وقتی پاس رو کنترل میکنه، کابرال رو بدنش زاویه میده و مستقیم به محوطه جریمه نگاه میکنه تا اینطور به نظر برسه که قراره با پای چپ سانت کنه. مدافع سریع جلو میاد تا زاویه رو ببنده، اما کابرال یه قدم جلوتره. دقت کنید چطوری منتظر اون لحظه دقیق میمونه که مدافع تمام وزنش رو روی پای داخلیش میندازه. این بهش اجازه میده که خیلی سریع از جلوی مدافع رد بشه و به فضای باز نفوذ کنه. از این زاویه همه انتظار دارن کابرال سر فرصت آماده بشه تا یه سانت کاتدار به تیر دوم بفرسته و وقتی اون سرعتش رو کم میکنه و به داخل محوطه جریمه چشم میدوزه، دقیقاً همینطور به نظر میاد انگار داره دنبال همتیمیش میگرده تا براش بفرسته، اما در آخرین لحظه کابرال پاش رو خیلی دقیق زیر توپ جفت و جور میکنه و با یه شوت مستقیم به کنج تاق دروازه گل رو کاملا غافلگیر میکنه.